سلام و درود، سلام درودی تاجیکانه از دوشنبه شهر. سلام درودی تمام مردم تاجیکستان. من وعده کردم که این همین محفل در همین ثانیه که اگر با امری خدا تعالی نصیب کرده باشد البته برسانم سلام هر یک اونها و نگفتن امانت. من بار اول در سرزمین امریکا هستم. روزی اول وارد شدن به شهر نیویورک فقط یک مهر محبت و یک رفاقت برادری انسانی را حس میکنم و شکر میکنم که همون انعنه و عرف و عادت تاجیکانه در اینجا هست و من باوری دارم در آینده بار رواج و رونق هم میآورد. این به هر یک شما خواهران دادرم یگانه چیز را خواهانم همیشه تنصیحت باشه، همیشه آباد و آرام آسایشته خاندانی هر یک شما باشد. امروز که میسر گشت یک این محفل گفتنی هستند که به این محفل میذاره ما خوش آمدید و ما کوشش خرید آن را کنیم که همون چند وقت شما دریغ داشته با یک خوشی، با یک خرسندی، با یک بگیم که محفل بالا بگذارند که در همین خاطره ما نقش بندد. به هر یک شما استراحت با فراغت و طبع والده را خواهانم. سلامت باشید. Adoramos.